بس میخوای بگویی که اگر حکومت از مردم کمک خواست برای ملتش پس ضعیفی حکومت هم نشون میده. چند روز پیش وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده وزارت عدلیه کیوی کشلاک باز کرده است، کارت بانکی باز کرده است، حساب مردم پول خیریه جمع بکنه برای مردم کمک کنه. بخشش شکر عبدالله مدرسه روسی اصلا این از سوال بیرون شد. در همینجا این نفر از قدرت حکومت رحمانوف گپ زد و صلاحیت داره، گفت که برای مردم یعنی که زندگی درست بتوقع 2 میلیون مهاجر هم برگرده. اگر واقعا حکومت رحمانوف همین صلاحیت هم داشت، رحمانوف در هر سفرش نیومد نمی پوتین بقبه که مسئله مهاجرت هم باید ببینیم فلان بهمدان. یک دوم اینکه چند روز پیش وکیل پارلمان سید جعفر عثمانزاده، او وکیل پارلمان از یک شخص عادی نیست، نماینده مردم است، در یک مصاحبه در رادیو آزادی خودش میگه، از زبان خودش، از زبان من نیست، که حکومت رحمانوف امروز او قدرت را نداره که برای تمامی حتی همون یک گروهی که آب زده یا که جنگ زده که در واروخ بود خانه‌هاشون چاپه شد، خیلی همین وکیل گفت که حکومت رحمانوف با او اندازه قدرت نداره، با او خاطر وزارت عدلیه کیوی کشلاک باز کرده است، کارت بانکی باز کرده است، حساب مردم پول خیریه جمع بکنه برای مردم کمک کنه. آیا سخن همین وکیل پارلمان قبول داری یا که نه؟ من همون سخن وکیل پارلمان هیچ وقت قبول ندارم. حکومت تاجیکستان اگر ضعیف میشه یا نودار ناتوان میشه، امروز اینقدر پیشروی در سطح بلند نیست. پس چرا یک وکیل نماینده مردم وکیل پارلمان میبرد در حق حکومت رحمانوف تهمت میکنه؟ اون یک وکیل احمق رنگ یک کرده چیزی که ما در حق حکومت گفت تحقیر میکنیم، هر روز بالای خاندان یک نفر ظلم میکنه. چرا مادری سید جعفر عثمانزاده از قانون جواب نمیده ویدیو بکنه که فرزند من گمراه گشته بود از خطا کرده است؟ چرا نمیگه؟ یک من نشانه میدونم که چرا نمیدونم طرفداری کرده. یک جوان میبره میگه حکومت رحمانوف قدرت نداره، توانایی نداره، فردا پدر مادرش از پس ارچه یک نوار میکنه که فرزند من گمراه گشته است، فرزند من خطا کرده است. پای برو سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان نماینده مردم همین گفت گفت که حکومت رحمانوف قدرت و توانایی نداره، پس برای چی مادرش پدر من گمراه بوده است، پدر من خطاکار بوده، چرا نمیکنه؟ مگر خانم برای یک جوان مبارز است، برای نماینده وکیل پارلمان نیست؟ برای هم از خانم، برای همین خوی چرا مادر این جواب داده است؟ چرا امنیت رو دعوت نکرده؟ چرا امنیت فرزند رو دعوت نکرده؟ پدر رو دعوت نمیکنه؟ برای چی؟ خب دعوتش میکنن. کی دعوت میکنن؟ کی دعوت میکنن؟ چرا شما نماینده پارلمان را قبول ندارین؟ فقط شما کی را قبول دارین؟ چرا یک نفری دروغگو پس در پارلمان وکیل است؟ برای چی؟ پس دروغ میگفته است، برای چی وکیل بوده است؟ نماینده مردم وکیل پارلمان آیا میتونه دروغ گفت؟ آیا میتونه نماینده پارلمان باید برای اثبات کنه که حکومت تاجیکستان ضعیف است، کمک کردن نمیتونه؟ و اثبات کرد، گفت ما نداریم، با او خاطر وزارت اثبات کرد. با چی؟ با کدام صورت حساب؟ یگان صورت حساب حکومت باید پیشنهاد کرد برای مردم. وزارت عدلیه صورت حساب وقتی روزنامه‌نگار رجب میرزا از جمعیت شهروندی خواست که یک کارت بانکی بگشاید برای مردمی آفزاده کلوبی که مردمی که در وارو خونه‌هاشون سوزاندن، خواستن که مردم کمک بکنن، حتی یک مقدار مبلغ هم جمع شد، چی از امریکا، چی از روسیه، چی از مردم داخل تاجیکستان. اما وزارت کارهای داخلی مثل یک زنی که رشک داره بلند شده رشک کرد که مردم نباید اونها رو گوش بکنن، اونها فریب میکنن و رجب میرزا کارت بانکی بسته کرد. وزارت عدلیه جا به جا یک کارت بانکی باز کرد و از مردم طلب کرد که بیا برای ما کمک کنین تا ما بریم مردم چیکار کنیم، خانه بسازیم. آیا یک حکومت اگر تو دعوایی را داره که 2 میلیون برای جای کار میته پول میته، برای لااقل 100 خانه ای که در کلاب آب زده بوده است برای همه قدرت نداشته است، تو گیجا دعوا از قدرت حکومت میکنه که 2 میلیون مهاجر باید برگرده؟ اون خونه هایی که تو گفتی اونا از حساب حکومت ساخته با استفاده دادن کیوی کشلاک به خاطر چی وزارت عدلیه چی وزارت عدلیه کارت بانکی شد برای مردم پیشنهاد کرد؟ به خاطر چی حکومت قدرت داشته؟ نه همزمان به خاطر امردین باز به خاطر چی 10 سومی در رمضان 10 سومی چرا اجباری گرفت از مردم؟ 10 سومی در مسجد در ناحیه رشت رفتن سپاریدن،
هر یک خانواده 10 سوم به خاطر که به واروخیا کمک کنن خانواده اونا ساخته شود. مجبوری یک از دو کسی از همه خانواده گرفتن، غیر از اون که این خودش نشان میده. هم گپی عثمان زاده را اثبات میکنن. خب برو نشون میده خاکی 10 سومونی جمع کردن. من ندیدم. بیگزار او شما کو کومه نمیدید. من جواب بدم در سوالی مرا جواب ده. مدام کی حکومت فرقی نداره. بیگزار در تمام جایی که آب زد زیاده از 200 خانه خرابزار شد، ویرانه شد. تو اون دعوای داری که حکومت تمام قدرت داره. پس میخوای بگویی که اگر حکومت از مردم کمک خواست برای ملتش، پس ضعیفی حکومت نشون میده. کنیز به پولی حکومت نمیاد برزگاه و به عقل. بله ضعیفی حکومت است که حکومت توانایی نداره که 4 خانه را بسازه. از مردم طلب داره که مردم شما کمک نمیکنین بسازین، چون ما نداریم. و سخن سید جعفر در اینجا مردم نکرد، حکومت خودش کرده است. مردم پس کورت بانکی برای چی بود؟ پس کورت بانکی برای چی بود؟ پس کورت بانکی وزارت برای چی بود؟ چی کرد؟ چی کمک کرد؟ هیچ که کمک نکرد، حکومت خودش کرده است همشه. پس کورت بانکی برای چی بود؟ این مشکلی تو باور داری نداری؟ نه پس کارت بانکی را برای چی وزارت 9 میلیون اهالی است. این مشکل من نیست، مشکل 9 میلیون اهالی است. برای مردم برای دیگر منطقه کمک کردن یگان جوی عیب شرمش نیست. ای بچه پس وزارت عدلیه کارت بانکی را برای چی گذاشت؟ اگر قدرت داشت چرا خودش نکرد؟ با دیگر کلوب دیگر منطقه تاجیکستان هم شده بود برای اونجا حکومت یعنی حکومت همون قدرت داشت فقط حکومت همون قدرت داشت یا دقیقه حکومت همون قدرت داشت است که فقط مردمی کلوب کمک میکرده است، دیگر قدرت نداشت است تا مردم دیگر منطقه را کمک کنه و خودی را از مردم کمک خواست. درست؟ یوخی تمام منطقه را کردستن. وای نویش دیگه نه تو درجه گفتی که او برای دیگر منطقه. من را سوال دادستم که مالش اگر گرچه گفته که پس حکومت اگر از مردمش کمک بسه باز برای خودش نه برای ملت تاجیک جوی عیب ایزوس جوی مذهب جوی عیب ایزو است. بله حکومت صلاحیت داره، وظیفه داره است. امنیت کشور زیر اداره دولت است. حکومت تاجیکستان طبق قانونگذاری کشور، حکومت تاجیکستان جمهوری اجتماعی است. تمام وسایل اجتماعی مردم، اقتصادی مردم، فرهنگی مردم، دینی مردم، دنیوی معارف مردم حکومت باید تعمیر بکنه. در حالتی که حکومت داره در یک جامعه بیا از مردم میگه که شما بیاین ما را کمک بکنه، پس او حکومت فساد زده است. حکومتی است که ضعیف دیگه است، نداره مردم که وقتی شما برنامه تشکیل کردین این برنامه برای خودتون است، پس گدوگی برای چی شما میکنی از مردم توجیه؟ ما از حکومت فرق میکنیم، ما یک حکومت نیستیم، ما مسئولیتی این ملت در دوش عین حال نداریم. ما یک حکومت مسئولیت ملت نداریم. این برنامه شما من فکر میکنم که شما را یک از مجبور نکرد برنامه بسازید. و این سوالی ای بچه این سوالی به حکومت دادن نمیتونه. تو نمیتونی تو ما را به حکومت قیاس کردن نمی یخمقه هر کسی که گروه بیتو را در برابر حکومت من را به حکومت قیاس نکردم. تو یک مخالف خودت از پیش خودت برنامه میکنی. ما فکر میکنیم که دویش نما در اینترس نیست، دیگه کسی اینترس نیست. برای چی داخل میشی؟ برای چی گردوگی میکنی؟ پس برای چی گردوگی میکنی؟ دلیلش سوال جواب ده. پس من لحظه که حکومت نمیگه. پس شما برای چی گردوگی میکنی؟ شما پس حکومت چی فرق نداره؟ بهروز یه دقیقه امریدین لباکن نگاه کن، همین مردک سخنی درست گفت که وقتی که معما که روی داد کارگران حکومت مثل که وزارت عدلیه دیگه کارت کردن گفتن به همون منطقه ها و همون انسان ها باید که کمک رسانیم. همین خیلی شد؟ همین خیلی شد. خب 7 یا که 8 کان طلا است، زواد طلا در تاجیکستان، زواد آلومین است. اون پولای طلا و آلومین کجا رفتن؟ ما در حکومت تاجیکستان بسیار مشکلی داریم. خب گفتم تخمه داریم، یتیم خونه داریم، دیگر اینا از کجا میآیند؟ کی میخوان آورد؟ بهروز سوالزاده عبدالله من چی میخوان آورد؟ حساب حکومت میرود لباس و خوردن و دیگر راه ساختن دیگر هم از بودجه دولت است. خب
دیگه تیله و دیگه خب همین بودجه کشور از کدام حساب است؟ یا دقیقه بیروز خوب نباشد 4 میلیارد قرض تاجیکستان از بانک جهانی و از دولت چین اون پولا کجا رفتن؟ در تاجیکستان صرف شدن کجا رفتن؟ خب تیلا که هر ساله تیلا به تاجیکستان صرف شود 4 میلیارد به تاجیکستان صرف شود میبینی که نه مکتب خوبه نه باغچه خوبه مردم که در حالت قشاقی زندگی میکنن. بچه چخیل در تاجیکستان چیخی میگوی که باغچه نیست تمام باغچه با تمام تجهیزاتش وجود داره یک بار تاجیکستان بیابین چخیل ساختهش دادن برای مردم به استفاده داده نیستن. برادر امریدین ما در تاجیکستان باغچه و تمام چیز ساخته داده برادر امریدین ما ای دیگه پلانت نیستیم من هر سال تاجیکستان میرم من مهاجر هستم در روسیه هر سال تاجیکستان میرم بیام شهروند تاجیکستان هستم از دوشنبه هستم دروغ نگین ما میدونیم در تاجیکستان ما باغچه داریم یا نداریم همه را ما میدونیم دروغ راست ای پیش اختان ما باغچه داریم ما آباد هستیم ما پیشرفت داریم نگین حقیقت گپ زنید همین حکومت تاجیکستان این حکومت تاجیکستان گفته نمیشود حکومت عائلوی است این حکومت یک حکومت خانوادگی است وقتی که حکومت میگین شما امام علی رحمان بگه خوبتر است حکومت نگین چون ما حکومت مردمی نداریم وقتی که شما از بودجه گپ میزنین بودجه نگین شما شرکت فراز و ایرس بگین برای که همه بودجه کشور همین دو شرکت غارت میکند همین مبلغ های همین شرکت ها از بودجه کشور ما بالاترند شما هیچ وقت بودجه و حکومت مردمی نگین در اینجا ای بای بخدا قسم همین 9 میلیون اهالی که همش میدونه که رحمان کی است چی کرد برای این ملت برای این وطن دروغ راست باغچه و باغچه داریم نگین من شهروند جمهوری تاجیکستان هستم اگر هرچند که امروز شهروندی روسیه دارم اما همه چیز تاجیکستان هم میدونم که در کجا چی باغچه است چی داریم نداریم ما کار کور و گم نیستیم اگر همین گونه برنامه ها حکومت تاجیکستان تشکیل کنه ما هیچگاه هیچ وقت در همین برنامه های گروه 24 در دیگراش ما برآمد نمیکنیم مستقلانه انخل با همون حکومت صحبت میکنه همین مردم اما این حکومت خائن خیانتکار فقط همین مردم خاموش میکنه مجبور میکنه خیلی که هم پدری بهروز مجبور میبرارن در نزد کامera و میگن که بر ضد پسر خودت صحبت کن و این همین کارا فقط قادر است دیگر هیچ چیزی نداریم با خدا قسم همون مبلغی که امروز همون شرکت فراز دارم من باور دارم که حتی همین بودجه ما ندارد بودجه کشور ندارد برای که حتی هم پسرت اگر صنف یکم برود میره در شرکت فراز مبلغ میگذاری مبلغ تا میسپاری و بودجه کشور نه همه چیز پروا نمیدونم پاسپورت تمامی همه چیزا فقط در بودجه همین اولاد است همین خانواده است ما دیگر نداریم یگان بودجه از بودجه گپ نزنید از باغچه گپ نزنید از دانشگاه و دانشجویان گپ نزنید همه این دروغ است صرف دروغ است اگر اختا چی بگیم اتا چی گپ بزنی من یک شهروندم نمیدونم تو دروغ میگوی دروغ اوکی بس تو یک دقیقه بس من برم اگر ویدیو کنم هر تومت همین بخچوی نده که استادیوم فوتبال نره حولی رحمان فا حولی دامادای رحمان فا باغچه‌های و یارا ویدیو نکن همون باغچه‌هایی که واقعا در همون بین بیناها هستن مردم در اونجا استراحت میکنن انا همون باغچه‌ها رو ویدیو کنم در دیگر منطقه سوخته به مردم دوریستن بچه موقعی من حیرانم آمریدین اوخی در عصر 21 علاقه شرمندگی است که بگیم که ما باغچه داریم میدانچه ورزشی داریم نمیدونم یک بنگاه طبی داریم اصلا این دعوا نیست اصلا از این فخر نباید تکنی که ما باغچه داریم این برای یک کشور یک خودی است و این اوز شبگیر برادر عبید التیماس و این چیز اصلا جای افتخار و جای فخر و جای چی نیست که ما باغچه کودکانه داریم این چیز از بودجه کشور جدا میشود ساخته میشود این یگان کاری قهرمانی نیست که یک جوان ببره ما باغچه کودکانه داریم خوش به حال جناب یولی این احمقی است این
یک چیزی عادی است چیز. اگر تو میبرم میگفتیم ما کمپانی مرسدس داریم، نمیدونم کمپانی رستم بنز داریم یا که حسن بنز داریم، ما میگفتیم ها خب پیشروی داریم. ما تو نخواد باغچه کودکانه را نمیدونم، چایخانه راحت شه، ورزشگاهی که 20 نفر میدود تو او را بروی در یک افیری که 10 15 تا 100 هزار تماشا میکنن بروی بگوی ما همین چیزا داریم، جای فخر و جای افتخار است. او جای فخر نیست، جای افتخار نیست. چیزو الکای گیزش ما این مرحله گذشته است. ما بعد سال 10000 می چیزا را بود میکردیم. سال 10000 4 میلیارد که قرض گرفتیم، این باید راهی ما بود میشد، باغچه ما بود میشد، بیمارخانه ما بود میشد، مکتبی ما بود میشد، نمیدونم تمام مسائل اجتماعی مردم بود میشد. الکای مردم توجیک باید به سوی کیهان حرکت میکرد. شما چی برو اومدین ای با نمیدونین باغچه کودکانه را تعریف کردین که با تشکر ما گفتم که ما همین تمام چیزا داریم، ما همین تمام چیزی دنیایی را داریم، نه گوش کم بودی نداریم. برای من افتادم در جمهوری ترکستان زبورکش میکنیم، تراکتورهای بلاروسی هم زبورکش خودمون میکنیم، تمام تکنیکایی که در کار است. روزای نزدیک با انشالله با ماشینا را زبورکش سر میکنن در ترکستان انشالله که امردین نگاه کن جورا، اگر که میخواستی که در حقیقت به همین ملت تاجیک، مردم مسلمان تاجیک دلسوز میبودی، برای همون وطن صادق میبودی، میرفتی همین قشلاق‌ها، همین دوشنبه 150 کیلومتر و بالاتر میرفتی به هر ولایت و قشلاق‌هاش که بیچاره‌ها 3-4 قشلاق یک مکتب دارن. عصر 21 2021 فهمیدی؟ 3-4 قشلاق یک مکتب داره. با میره اون مکتب دکو تا صنف 4 میخوند، با 5-8 کیلومتر دیگه جو میروند در اونجا که بعد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 میخونه. میرفتی همون سیامکه میکردی، میگفتی که این کودکا چی خیل تا میرن ای مکتب تا خونه میبینن که درس ایادش میبروه. بعد چی خیل کرده همه مکتبایی که نو ساختگی دمو ده ها و نوحیار عبدالله ولی سیامکه میکنیم پیشکشون میکنیم که هم نوحیار برا همه قشلاقا را چی کنیم، همون قشلاقا را با مردمش صحبت میکنیم، وضعیت مردم، حال مردم همش پیشکشون میکنیم. امردین نگاه کن، من از که دیدم یا همین رایون واسه بود یا که رایون 5 بود، یا میگه استادیوم داد، یا همون کلخوز استادیوم داده 10 سال شده اونجا یگان کسی یگان حکومت کو یک استادیوم برای مکتب سازم میکنه. فهمیدی؟ 10 سال شده میگم معلم. فهمیدی؟ خوکای بچه‌ها گوجا ورزش کنن، گوجا یک سپورت یاد گیرن. مکتباشون هم میبینی که باور کن در بعضی همین قشلاق‌ها که مثلا گبرای همین شهر همین نزدیک قشلاق‌ها ده خانه‌هاشون عاقلشون هم خیلی های بچه‌ها در اونجا مکتب میخونن. سیف خانه‌ها که پیچکه موندگی همون سرگین همون گاو همون چی میبردین همون قطعی که زمستان علو میکنن ایران نشون میدادین. چی رو تعریف میکنی؟ هم دوشنبه خوب شده، دوشنبه خوب شده، خوجان خوب شده. دوشنبه را نه بچه ولی تو نوحیه ده ها برا اوغلوی مردم اتیا برادر عبدالله زیادی بعد از 50 کیلومتر اوغلوی مردم ما 10 کیلومتر از دوشنبه بیرون زندگی میکنیم. مرحمت وطنی که منطقه که من زندگی میکنم برا کو ببین آیا بونگوی تیبی داره، همسایه دههای ما آیا مکتب داره. اگر واقعا همین دو مسئله یا که باغچه کودکانه داره اگر داشته باشه 10 کیلومتر از دوشنبه بیرون 10 کیلومتر نه بونگوی تیبی از اوجا نه باغچه کودکانه و همسایه مکتب دههای ما مکتبی درست ندارن. از طور یک آب میگذرن میبینن در جای ما درس میخونن با بر میگردن میرن. آیا در زمستان دریا است که آب است سایه کانال است شاید آب زیاد میشه کودک هم میبره تا صرف 4 مکتب داره. کجا اومده میگم مکتب از مدرسه است. و باز هم میگم اگر هر نفری که روز برآمد مکتبای نو و باغچه‌های نو داشته باشه اگر داشته باشه چطور میکنیم باید نداره بچه من بستو همین سوال بین مردم در میبروی اوزور میپسی این فعالیت بخش نگاه میشه میره قبضانی روی برای چی از برای کدام گناه اوزور پرسنده دیوانه ای چی نه تو میبروی میگوی که نداره. من ترا میگم که اثبات کنیم که همین نوحیه که تو میگوی
بونگاه تیبی نوحیه نه آخی نوحیه که من زندگی میکنم از دوشنبه و از تمام نوحیه کلانتر از بحث نوحیه نیست من فهمیدم تو 10 کیلومتر دور میگو که بونگاه تیبی و دیگر نداره. اگر دود نباشن سوخته باشن و استفاده داده باشن پس همین تو گپ زنی که قطعا من میکنی که بین این مردم که خیلی دهشتش کنه بینن به برای تحقیق دروغ گفتن سعود به تحقیق برای دروغ گفتن تو برا من برا این همین زمینه که من زندگی میکنم زمینه که من زندگی برا اگر از همونجا یک باغچه کودکانه یکی بونگای تیبی افتی فردا بیا در همین برنامه روز شنبه برنامه صدای مردم ده با چهره مردکی برو نوار نشاط من هم برنامه رو خاموش میکنم میبرم نگیم اگر هفته دیگه همه چیزا نآوردی مردانه در افیر میبروی با چهره آشکار از همین میلاد منظرت میپرسی دفع میشه از همین دنیا من همین کارا میکنم انا کشلاقی ما گرا کشلاقی که من زندگی میکنم باغچه کودکانه و بونگای تیبیشا نوار بگیر بگو این فلان منطقه فلان جا نوار اینا بیا من خدید بحث میکنم سلام باش برو بخیر برو بیرون شد من میدونم که تو حضور خواهی نمیکنی و مردک نیستی من میدونم این چیزا نیست تو بچه من کلام شدم زندگی کردم میدونم نیست این چیزا ولی شما مردک نیستین و نمیبرین از این ملت از این مردم حضور خواهی نمیکنین و چهرهاتون نشون هم نمیدین دیگه من صحبت زیاد دوام نمیتونم برادر سلامت باشین خدا نگهدار سلامت